سلام به شما و خوش آمدین به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. وضعیت در مجموع چون جنگ جریان داره از نگرانی ها و تشویش ها طبیعی است که ما چیزهایی را مستند میکنیم و گزارش تهیه میکنیم. نشان میده همه یافته های ما که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است و مردم افغانستان با دشواری های جدی مواجه شدن. شدت خشونت ها و گسترش دامنه جنگ سبب میشه که مردم در عرصه های مختلف از حقوق بشریشان محروم شوند و این میتواند نگرانی رو به این دلیل بیشتر بکنه که تلاش های صلح و تلاش ها به خاطر ختم خشونت ها و ختم جنگ در افغانستان هنوز به یک نتیجه که خواست مردم افغانستان است منتج نشده و ما شاهد ادامه خشونت ها در ولایت های مختلف در نقاط مختلف کشور است. متهم دست ادعاگان شده او ادعا ډیر دی په دې برخه موږ همکاران هم په دې اړه څېړنه کوي. زموږ څېړنه پیل شوی او هیلهمند یو چې ژر تر ژره خپل راپور خلکو سره او رسنیو سره شریک کو. لیکن دغه چې ادعا چې په کندهار شوی ده او یا هم په غزني په مالستان ولسوالۍ په نور ځایونو هم دغه تصرف شوی ځایونو چې طالبان تصرف کړی شکایتونه دي او موږ څېړنه کوو. یو راپور موږ خپور کړی او څو ورځې مخکې دغه راپور هم له بده مرغه د بشري حقونه او د بشرپال حقونه د نړیوالو بشرپال حقونه هم نقض شوی ده او دا د اندېښنې وړ ده. ما معمولا شریک میکنیم امی شکایت هایی که ثبت میشه و یا هم ادعای نقض حقوق بشری که صورت میگیره و یا عملا یافته هایی که ما داریم که در او نشان میده مستندسازی شده که افراد غیر نظامی مورد خشونت قرار گرفته است. سلب حق حیات را اگر ما داریم یا بیجا شدگی را داریم یا حمله بالای تاسیسات عامل منفعه را میبینیم و هر نوع خشونت را که در جریان جنگ مردم افغانستان متحمل میشوند ما را با طرفهای درگیر جنگ با دولت افغانستان با گروه طالبان دفتر قطر ما شریک میکنیم. اونها هم معمولا میگن ما در این زمینه تحقیق میکنیم بررسی میکنیم ولی بررسی هایشان را و تحقیقشان را با مردم افغانستان شریک نمیکنن یا از پیشرفت تحقیقاتشان در مورد عاملان رویدادها بخصوص از جانب دولت افغانستان و چون دولت افغانستان مسئولیت شناسایی عاملین خشونت ها را به عهده داره و باید عدالت را بالای اونها تامین بکنه و قربانیان باید به عدالت دسترسی پیدا بکنه باز هم از پیشرفت تحقیقات به مردم افغانستان گزارش داده نمیشه و این نگرانی سبب نگرانی است. ما در قسمت جامعه جهانی و کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی داشتن یک نگاه نسبتاً باید متفاوت‌تر داشته باشیم به این معنا که مثلا کشور استرالیا توانست که یک گام بسیار خوب را برداره در قسمت تأمین عدالت برای قربانیانی که در نتیجه عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان قربانی شده بودند و مردم خسارت دیده بودند. IHL یا حقوق بشردوستانه بین‌المللی نقض شده بود. از جانب دیگر از دیگر کشورها مثل کشور ایالات متحده آمریکا، انگلستان و دیگر کشورهایی که در افغانستان نفوذ نظامی داشتند یا حضور نظامی داشتند اینها هم باید مثل کشور استرالیا یک اقدامی را بکنه در قسمت کسانی که مرتکب نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی شد و عملکردشان ابزار و روش را که در جنگ استفاده کردند که سبب آسیب رسیدن به افراد غیر نظامی شد عدالت را بالای آنها باید تامین بکنه. تا به اکنون آنچه که ما میبینیم ما نگران هستیم به دلیل اینکه رفتن جامعه جهانی و خروج نیروهای بین المللی و خروج در حقیقت خارجی از افغانستان ما شاهد به میراث گذاشتن فرهنگ معافیت در افغانستان هستیم. فرهنگ بخشیدن و آمرزیدن که این جدا نگران کننده است. اونها
با توجه به نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول و قواعد حاکم بر جنگ را نقض کردن و باید پاسخگو باشند. باید عاملین رویدادها و خشونت‌هایی که در افغانستان در طی 20 سال گذشته رخ داد مطابق به قانون باید مجازات شوند و اتفاقاً بحث ما ممیز که در بسیاری از قضایایی که در افغانستان رخ داده میشه از مکانیزم‌های مختلف استفاده کرد. ICC میتواند در این زمینه یک راهکار باشد و تشکیل یا ایجاد یک هیئت حقیقتیاب بین المللی به منظور راستی‌آزمایی و به منظور بهتر بگویم حقیقتیابی رویدادها در افغانستان تشکیل شود از طرف سازمان ملل متحد و دولت افغانستان هم باید کمک کننده و حمایت کننده تشکیل این هیئت باشد در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. این هیئت با توجه به تجربه‌ای که داره و استقلالیت بیشتری که داره و تاثیرگذاری کارش، چون گزارشی که نشر میکنه از آدرس سازمان ملل متحد نشر میشه، اینها میتوانند در مورد قضایای افغانستان و جنایت‌هایی که صورت گرفته علیه افراد غیر نظامی کار بکنن و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم امکاناتی که در دست داره در حد مقدور میتواند حامی باشد و کمک کنه این هیئت را. اما چیزی که مهم است که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اونجا رایگیری می شود، دادخواهی های بسیار زیاد ضرورت است و کار بیشتر را میطلبه. حمایت دولت افغانستان هم از تشکیل یک چنین هیئت بسیار زیاد موثر است و میتواند بسیار راهگشا باشد. خب کار در این زمینه جریان داره، ما دادخواهی کرده روان هستیم و چون نیاز به یک دادخواهی بسیار کلان است و نکته دوم اونجا رایگیری میشه و دولت افغانستان باید حمایت بکنه از تشکیل هیئت حقیقتیاب بین المللی. دو کار بسیار عمده را میتواند این هیئت انجام بده و فرصت برای انجام این کار هم وجود داره. نکته اول است که هیئت حقیقتیاب بین المللی میتواند عاملین رویدادها را با توجه به امکاناتی که داره، تجربه ای را که اونا در قسمت مستندسازی و تهیه گزارش ها و اینا و کار در کشورهایی که مثلا جنگ جریان داشته و منازعه وجود داشته، اونها میتوانند از این امکان استفاده بکنه که عاملین رویدادها و جنایت هایی که اخیراً اتفاق افتاده، مثلا رویداد لوگر، قضیه‌ای که در حمله بالای مکتب سید الشهدا، حمله بالای زایشگاه در دشت برچی و حمله بالای ماین پاکا در بغلان و عمیق قسم رویدادها، اینها میتوانند کار بکنن. مستندسازی باید بکنن. نکته دومی که میتوانند انجام بده مستندسازی است، حقیقتیابی است. فرصت وجود داره. امیدوار هستیم که هیئت تشکیل شود و در قسمت تامین عدالت برای قربانیان رویدادها در افغانستان گام بردارند. سفر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر به ایالات متحده آمریکا به هدف حمایت و حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری است. درست است در افغانستان کنونی جنگ است، بحث‌های سیاسی بسیار پررنگ است، مسئله تقسیم قدرت است یا تشکیل یا بحث نظام است یا هر چی که است، ولی آنچه که مهم است برای ما یک بحث عمده بحث حقوق بشری است. در اینجا دادخواهی برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، از خبرنگاران، از جامعه زنان، از ارزش‌هایی که در 20 سال گذشته شکل گرفته، ارزش‌های متنوع و متکثری که به وجود آمده در جامعه افغانستان، حمایت از اینا بسیار زیاد مهم است. و در عین زمان نکته دیگه‌ای که وجود داره بحث حقوق قربانی‌ها است. حقوق قربانی‌ها یک از عمده‌ترین بحث‌هاست، هم در بحث مذاکرات صلح و هم در عرصه تامین عدالت برای اونها از ناحیه جامعه جهانی، یعنی کشورهایی که حضور نظامی باید پاسخگو باشند نسبت به عملکردشان که افراد غیر نظامی کشته شدن، قربانی شدن یا هم زخمی شدن، آسیب‌های روحی روانی را که متحمل شدن و به هر حالتش پاسخگویی در این زمینه بسیار شرط است. و در نظر گرفتن خواست و بحث حقوق قربانی‌ها در آژندای مذاکرات صلح، یعنی دسترسی قربانیان جنگ به عدالت که در آژندای مذاکرات صلح گنجانده شود و مذاکرات صلح تبدیل در حقیقت اما محور مذاکرات مسئله قربانی‌ها باشد و دسترسی قربانیان به عدالت باشد. در این زمینه رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر صحبت‌هایی داشته
و انتظار ما است که در ابتدا آنچه که خیلی مهم است برای رسیدن به او اهداف و رسیدن به او خواستها، یک آتش بس عمومی و فوری باید اعلان شود و همچنان که اگر خشونت جریان داشته باشد در فضای خشونت ورزانه و در فضای که جنگ افروزی ما شاهد باشیم، بحث مذاکرات صلح، بحث حقوق قربانیان و بحث تامین عدالت میتواند با دشواری‌ها و موانع بسیار جدی مواجه شود. بنابراین اولین گامی که میتواند مؤثر باشد ختم خشونت هاست و اعلام آتش بس است تا در یک فضای مناسبتر هم گفتگو بتواند جریان پیدا بکنه و هم بحث‌های عمده‌ای که در مذاکرات صلح روی از او باید بحث شود تاکید شود. مثلا مذاکرات صلح یا روند صلح باید یک روند ملی باشد، یک روند واقعی باشد، یک روند قربانی محور باشد، یک روند باشد پایدار باشد، روند باشد که در او حضور زنان با توجه به موجودیتشان که در جامعه افغانستان هستند در نظر گرفته شود، حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، گروه‌های اجتماعی و طایف‌های مختلف جامعه در او باید حضور داشته باشد. خب چیزی که مهم است که همین بحث ختم خشونت هاست. ما هر چقدر جنگ ادامه پیدا بکنه در فضای جنگ مردم اساسی ترین حقوق انسانیشان را از دست میدن. در جنگ مردم یا اساسی ترین حق بشری انسان زندگی است، حیات است. در جنگی سلب میشه. در جنگ مردم با کمبود مواد غذایی مواجه میشن، با آب آشامیدنی مواجه میشن، با یک زندگی مناسبتر و یک مسکن مناسب با عدم موجودیتش یا با نبود یک سرپناه مواجه میشن. همه از اینا در جنگ اتفاق میفته. مردم در جنگ حقوق اساسی و آزادی هایشان، آزادی گشت و گذار، آزادی حتی همین بحث آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق دسترسی به صحت، حق دسترسی به تعلیم و تربیت، همه ایشان در جنگ نقض میشه. اگر جنگ نباشد بازی مشکلات طبیعی است که نیست. انتظار ما است که هر دو جانب جنگ افغانستان، گروه طالبان و دولت افغانستان، اینها باید گام‌های مؤثر و فوری را در قسمت ختم خشونت‌ها در افغانستان بردارند.